گاهی یه اشتباه غلط تو رو به سمت چالشی میکشونه. چالشی که تا چیزی که از تو میخواد و نگیره دست از سرت بر نمیداره. لایک ویدیو رو بزن و این ویدیو رو با دوستات به اشتراک بگذار. بدون اتلاف وقت بریم برای شروع داستان. امروز دقیقاً 1 سالی میشد که مادرم مرده بود و امروز از مراسم یادبودی براش گرفته بودیم. توی این 1 سال من هنوزم که هنوزه به حالت عادی خودم برنگشتم و هر شب و هر روز با یاد مامانم میخوابم و بیدار میشم. توی این 1 سال هیچ جوره به مرگ مادرم عادت نکردم. خواهر و برادرم هر دوشون ازدواج کردن و سر خون و زندگی خودشون هستن و زندگی آرومی دارن و با مشغله هایی که دارن زیاد یاد مامان نمیافتن. اما من چی؟ منی که همه دار و ندارم مادرم بود و جز اون هیچ کسی رو نداشتم چی؟ باید چی کار میکردم؟ بعضی اوقات فکر میکنم که خودم رو بکشم و از این زندگی کوفتی راحت شم. اما با این کارمم باز معلوم نیست که آروم بگیرم و فکر میکنم که شاید توی اون دنیا زندگی بدتری در انتظارم باشه و تا حالا جرأت انجام دادن این کارو نداشتم. میتونم بگم از 10 سالگی با دنیای ماورا ارتباط دارم و میتونم ارتباط قوی برقرار کنم. اون شب به قدری دلم برای مادرم تنگ شده بود که فقط میخواستم هر جوری که شده اونو ببینم. اولین راهش کشتن خودم بود که بتونم مادرمو توی اون دنیا ببینم که اصلا راه درستی نبود و دومین راه احضار کردن روح مامانم بود. اگه میتونستم یه بار دیگه اونو ببینم دیگه هیچی نمیخواستم، ولی مطمئن نبودم که بتونم این کار رو انجام بدم. با همین فکرها از روی تختم بلند شدم و به سمت کمدم رفتم. درشو باز کردم. یه دفتر که دقیقاً برای همین کار بود و با یه لیوان و چند تا وسایل دیگه که لازم بود همه رو کف اتاق گذاشتم و خودم بالای سر اونا نشستم. حسابی توی فکر فرو رفته بودم و اشکام داشت دفتر رو خیس میکرد. سرمو بالا گرفتم و به خودم گفتم حسین آروم باش. اگه بخوای این کار رو انجام بدی باید تمرکزت رو فقط روی این مسئله بذاری و تلاش کنی. با این فکر اشکامو پاک کردم و باز بالای دفتر نشستم و شروع کردم. فقط تنها امیدم این بود که یه بار دیگه بتونم ببینمش. لیوانو برداشتم و روی نشونه هایی که توی دفتر نوشته بودم میچرخوندم و زیر لب چیزی میگفتم. 1/2 ساعتی گذشت. هیچ خبری نشد که با صدای بلندی گفتم اگه اینجایی برام یه نشونه بفرست. مامان تو رو خدا احضار شو. خیلی وقت ندیدمت. دلتنگتم. همینطور منتظر یه نشونه بودم. اما بازم این بارم هیچ صدایی نیومد. من که بعد از 2 ساعت تلاش کردن خسته شده بودم، همینطوری که اشکام سرازیر شده بودن سرمو گذاشتم روی همون برگا. انقدر چشمام میسوخت که فقط چشمامو بستم تا یکم خواب برم و چند ساعتی از این زندگی که داشتم فاصله بگیرم. خوابم برده بود که با صدای شکستن چیزی توی اتاقم سریع از جا پریدم. درد بدی رو توی کمرم حس کردم. به خاطر اینکه خم شده بودم روی میز کمرم به شدت درد میکرد. سرمو بلند کردم و به اطراف نگاهی انداختم. شب شده بود و اتاق به شدت تاریک بود، ولی توی اون تاریکی شب نور مایی که از توی پنجره اتاق افتاده بود فضا رو کمی روشن‌تر کرده بود. وقتی چشمام به اون تاریکی عادت کرد، با دیدن اون سایه روی دیوار لبخندی روی لبام اومد و فکر کردم که تلاشام بیفایده نبوده و همین که خواستم بلند شم و به طرفش بدوم اون سایه چرخید و به یه شکل دیگه در اومد. با دیدن اون سایه تن و بدنم ریخت
اون سایه مادرم نبود و این یه توهم نبود. من مطمئن بودم که مادرم نیست. آخه مامان من یه زن بلند و کشیده و لاغر بود. اما این سایه‌ای که روبروم وایساده بود مثل یه زن کوتاه و چاق بود. همونطوری که بهش زل زده بودم و صدام در نمی اومد، یهو اون سایه غیب شد و تصویر اون زن جلوم نمایان شد. درست حد زده بودم. اون زن مادر من نبود. چهرش خیلی ترسناک بود. یه پیرزن با موهای زمخت روی صورتش که خیلی کوتاه و چاق بود. بهش زل زده بودم و نمیتونستم هیچی بگم که خودش شروع کرد به حرف زدن و گفت چیه پسر جون؟ تو منو صدا زدی که بیام اینجا. حالا از من میترسی؟ صدام در نمی اومد و زبونم بند اومده بود که بعد از گذشت 1 دقیقه راه گلوم باز شد و تونستم حرف بزنم. با صدای آرومی رو بهش کردم و گفتم تو دیگه کی هستی؟ تو خونه ما چی کار میکنی؟ پیرزن خنده کرد و گفت تو 3 ساعت تلاش کردی که منو احضار کنی و الان که من اومدم اینجا میگی اینجا چی کار داری؟ با ترس نگاهی بهش انداختم و گفتم فکر کنم یه اشتباهی شده. آخه من میخواستم روح مامانم رو احضار کنم. نمیدونم کجای کارا اشتباه رفتم که نتیجه شدین. زن نگاهی بهم کرد و گفت ببین پسر جون، الان که منو احضار کردی باید یه کاری برام بکنی وگرنه دست از سرت بر نمیدارم. با ترس رو بهش کردم و گفتم چی؟ باید چی کار کنم؟ پیرزن رو به من کرد و گفت قبل از اینکه بمیرم توی دنیای شما به یکی از همسایه هامون صدیقه خانوم 10 میلیون بدهکار بودم. اما زیاد برام مهم نبود و هرچی اون زن بهم میگفت که پول منو پس بده روی خودم نیاوردم و گفتم پول ندارم و پولشو بهش ندادم. ولی الان میفهمم که این کارم زرنگی نبود و یه اشتباه بزرگ بود. وسط صحبت کردنش پریدم و گفتم خب اینا به من چه؟ من میتونم چی کار کنم؟ زن با صدای بلندی گفت میدونی توی اون دنیا منو دارن شکنجه میکنن فقط به خاطر اون 10 میلیون پول. تو باید اون پول رو ببری و بدی صدیقه خانم تا منو ببخشه و از سر تقاص من بگذره، تا شاید اونا هم دست از سر من بردارن. هنوزم که هنوزه اون زن داره منو نفرین میکنه و تو باید کمک کنی وگرنه حالا که پام توی این دنیا باز شده دست از سرت بر نمیدارم. نگاهی بهش کردم و گفتم آخه من از کجا این همه پول بیارم؟ به خدا که ندارم. زنه نگاهی بهم کرد و گفت خود دانی، پس بشین و منتظر عواقبش باش. و بعد یهو جلوی چشام غیب شد. با سرعت به سمت دفتر رفتم و کارم رو شروع کردم. میخواستم کاری کنم که دیگه نتونه بیاد اینجا و انگار موفقم شدم، چون چند روزی گذشته بود و سر کله اون پیرزن پیدا نشده بود. اون شب مثل همیشه داشتم فیلم میدیدم که صدای در حیاط توجهمو جلب کرد. اولش فکر کردم که بابامو به سمت در حیاط رفتم. هوا سوز عجیبی داشت. دویدم و در حیاطو باز کردم. با چیزی که پشت در دیدم همونجا خشکم زد. چشمام همینجوری خوش شده بودن و نمیتونستم پلک بزنم. مامانم پشت در بود. باور کردنش برام سخت بود. یعنی واقعا تونسته بودم با احضار روح مادرم حاضر کنم. اشکام همینطوری سرازیر شده بود و با یه حرکت پریدم به سمتش. اما من فقط اونو میدیدم. یه روح بود که جسمی وجود نداشت و من از روش رد شدم. جلوی در حیاط روبروی پاهاش افتاده بودم و زانو زده بودم. چشمام بسته بودم و همینطوری داشتم گریه میکردم که یهو دستی شونه هامو گرفت و همینطوری فشار میداد. اونقدر ناخوناش تیز و بلند بود که احساس کردم یه چاقو رفته توی شونه ها. چشمامو سری باز کردم.
و نگاهی به مامانم انداختم. اما با کمال تعجب دیگه خبری از مامانم نبود و همون پیرزن اون روزی سر و کلش پیدا شده بود. با وحشت به این زل زده بودم که با یه حرکت دستشو عقب کشید و شونه هامو ول کرد. لبخند ترسناکی روی لبش بود و با همون صدای زشتش گفته بودم دست از سرت بر نمیدارم تا کاری که میخوام انجام بدی. و بعد باز ناپدید شد. دست و پام داشت میلرزید. به سمت خونه رفتم و توی تختم دراز کشیدم و سعی داشتم که بخوابم. فکرم زیادی مشغول بود و خوابم نمی برد. تازه چشمام گرم شده بود که با ضربه که به در خورد و صدای بدی که توی فضا پیچید از جا پریدم. در اتاقم باز شده بود و هیچکی پشت در نبود. با وحشت به سمت سالن رفتم و همه جای خونه رو گشتم، اما هیچ کسی نبود. توی آشپزخونه رو داشتم نگاه می‌کردم که لیوانی که دقیقاً روی کابینت پشت سرم بود با یه حرکت افتاد پایین و 100 تا تیکه شد. با ترس به لیوان زل زدم که تصویر اون پیرزن توی خورده های لیوان نمایان شد. لبخند خیلی ترسناکی روی لبش بود. با صدای بلندی داد زدم دست از سرم بردار. من پولی ندارم که بخوام بدهی تو رو بدم. و بعد از خونه زدم بیرون. جرأت رفتن به توی اون خونه رو نداشتم و شب تا صبح توی کوچه موندم. باید فکر چاره‌ای باشم. اون پیرزن دست از سرم بر نمیداره. باید میرفتم پیش کسی که بتونه کمکم کنه. اون روز با روشن شدن هوا رفتم به خونه یه پیرمرد. پیرمردی که همه از کار بلد بودنش میگفتن و از چند نفر شنیده بودم که بعد از رفتن به اونجا مشکلشون حل شده بود. با استرس زیاد در چوبی رو زدم و منتظر موندم. به چند دقیقه نکشید که پیرمرد در رو باز کرد. ظاهرش دست کمی از اون پیرزن نداشت و ترسی توی دلم مینداخت. با دیدن من لبخندی زد و گفت بیا تو پسرم. نگاهی بهش انداختم و بدون هیچ حرفی پشت سرش راه افتادم. یه خونه خیلی قدیمی داشت که همه جای خونه ریخته بود. اون روز همه مشکلمو برای اون پیرمرد گفتم و اون بعد از گرفتن انعام سنگینی به من گفت تا چند روز دیگه مشکلت حل میشه و منم به همین خیال با آرامش به سمت خونه رفتم. یه روزی گذشت و دیگه از اون پیرزن خبری نشد. منم فکر کردم که دیگه دست از سرم برداشته. اما شب همون روز باز وقتی که بالای سرم وایساده بود دیدمش. دستاش که روی گلوم بود راه نفس کشیدن و برام بسته بود. نفس کم آورده بودم که با صدای بلندی رو بهم کرد و گفت این آخرین اخطارم به تو است. اگه کاری که گفتمو نکنی فردا میمیری. و بعد از این حرفش یهو غیب شد. به سرفه افتاده بودم و دیگه نایی برام نمونده بود. اون شب و تا صبح توی فکر بودم که باید چی کار کنم. جز انگشتری که از مامانم برام مونده بود هیچ چیزی نداشتم. با اینکه اصلا دلم نمی اومد آخرین یادگاری مامانم رو بفروشم، اما چاره‌ای نداشتم. اون روز رفتم و اونو به پایین ترین قیمت فروختم و به همون آدرسی که اون پیرزن روز اولی که احضار شده بود بهم داده بود رفتم. در رو زدم و پشت در منتظر موندم. یه خونه خیلی داغون توی یکی از محله های پایین شهر. بنده خدا حقم داشت اون پیرزن رو نبخشه. آخه وضعشم تعریفی نداشت. پشت در وایساده بودم که در رو باز کرد. یه پیرزن لاغر و ضعیف بود که دیگه جونی هم براش نمونده بود. با دیدن من تعجب کرد و گفت تو کی هستی پسرم؟ چی میخوای؟ رو بهش کردم و گفتم منو یکی از همسایه های قدیمیتون فرستاده. یه خانومی که 10 میلیون به شما بدهکار بوده و پولتون رو نداده. یادتون میاد؟ پیرزن خنده کرد و گفت مگه میشه یادم نیاد؟
اون که خیلی سال مرده. تو الان کی هستی؟ رو بهش کردم و گفتم آره خیلی وقت مرده، ولی این پاکت رو بگیرید و اونو ببخشید. زن پاکت رو گرفت و نگاهی به داخلش انداخت. با دیدن پولا چشاش برقی زد و رو به آسمون کرد و گفت من بخشیدمت، خدا هم تو رو ببخشه. و بعد از من تشکر کرد و رفت توی خونه. بعد از اون روز دیگه اون پیرزن رو ندیدم. درسته تنها یادگار مادرمو فروختم، اما برای رهایی خودم ارزششو داشت. و از این به بعد تصمیم گرفتم که هر کاری که به ذهنم میاد انجام ندم، چون ممکنه توی یه چاله بزرگتر بیفتم. بچه این داستان بر اساس واقعیت بود که براشون تعریف کردم و لایک ویدیو رو بزنید و نظرتون رو در مورد این داستان حتما برام بفرستید. ممنون از نگاه زیباتون. خدا نگهدار.